بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من تحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام. دومین جلسه رو روی آیه مبارکه یکم از سوره شریفه حجر میگذرانیم. دیروز روی همین آیه یک جلسه گذاشتیم. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. همچون که اشاره شد وقتی که کتاب بدون ال باشه، کتاب فقط باشه در قرآن کریم، مقصود همه کتب آسمانی است، همه کتبی که بر انبیا نازل شده و یکی از سبب برتریشون بر دیگران همینه که کتاب برشون نازل شده. و همین آیه امامت دروغین امام تراشان مدعی تشیع را رد میکنه. برای امام ها کتابی نازل نشده، هیچ که ندیده، دروغی بیش نیست، خودشون همچی ادعایی نکردن، بعدها خروارها دروغ به اسمشون ساختن، به اونا مربوط نمیشه. لیکن خداوند جل جلاله آفریدگار آفریده رو آفریده، مخلوقات رو آفریده و براشون کتاب فرستاده، ایجادشون کرده، راهو بهشون نشون داده، منهجو بهشون نشون داده، روشو بهشون نشون داده. ورزه کلمه کتاب در قرآن یعنی همه کتب آسمانی. تلک آیات الکتاب، آیات، آیات جمع آیه، نشانی. آیه عبارت از دلیل، از علامت، از نشانی. مثلا میوه که زرد شد علامت چیه؟ علامت اینه که رسیده. وقتی نمونه مشخصی از ابرها در آسمان باشه علامت بارانه. یعنی اینکه خداوند جل جلاله و منواله بر هر چیزی یک علامت گذاشته. خداوند فرمود علامات و بالنجم هم یهتدون، علامت هایی و با ستارها اونا راه را پیدا میکنن. بلوغ انسان علامتی داره، رسیدن میوه علامتی داره، نزدیک شدن فصل ها علامتی داره، نزدیک شدن زمستان، نزدیک شدن بهار، تابستان. همچنان که عرض شد رسیدن میوه ها علامتی داره. هر چیزی یک نشانی داره. خب دلالت و نشانی دال بر خداوند سبحانه و تعالی چیه؟
وقتی خودش همه چیز با علامت خلق کرده، علامت خودش چیه؟ آیاتی رو که دلالت بر خداوند میفرماید سه نوعه. یکی آیات این هستی است، کائناته، و این خلقت، این مخلوقات دلیل بر اسماء حسنای خداونده. این قلبی که در سینت هست، در هر تپشی 70 سانتی متر مکعب خون میتپه ازش. اینو ضرب داره، این 70 ضرب داره 60 کن تا بدونی که برای که دقیقه 60 ثانیه، تا بدونی که در هر دقیقه چقدر میشه. اینو دوباره ضرب در 60 کن تا بدونی که در هر ساعت چقدر خون از قلب بیرون میاد. اینو دوباره ضرب در هر 24 بکن و چه عدد هائلی میشه. حجم خونی را که همین قلب در طول عمر انسان میاره بیرون رقم غیر قابل تصوریه. این یک دستگاه خداوند در قلب من، در سینه من شما گذاشته و هیچی از تپش باز نمیسته تا آخرین لحظه. پس قلب نشانی از نشانهای خداونده. زبان یک نشانیه. میدونی هر حرفی را که شما نطق میکنید 17 عضله در نطق این حرف دلالت داره. کلمه ای که متشکل از 5 حرف باشه، الان شما ببین که چند عضله روش کار میکنه. درسی رو که در خلال 1 ساعت شما میشنید یا نیم ساعت، چقدر از عضلات بدن به انواع مختلف در به سخن آوردن اینها کار میکنند که مردم این حرفا رو بشنوند. مقصود که آیات داله بر خداوند 3 نوعه. یکی آیات کونیه، در این کائنات هست. هر چیزی که در گردبرته دلالت بر عظمت خداوند میکنه. هر طرف که نگاه کنید، هر جا که توجه کنید، به آسمان، به زمین، به کوه، به دریا، به مرغها، به ماهیها، به هوا، به آب مثلا همچنان که اهل دانشمندان میگن فشار رو قبول نمیکنه و بسیاری وظایف هم انجام میده خودش. اگر آبو تا درجه 4 سرد کنی حجمش اضافه میشه. حجم آب متوقف میشه. ازدیاد حجم آب در این درجه، در درجه 4 درجه سانتیگراد، خودش دلیله، خودش آیه است بر عظمت خداوند. پس تلک آیات، اینها آیاتی است. آیات دوباره عرض میکنم بر 3 نوعه. یک آیات اون نشانی هایی که در این هستی خداوند، در این هستی پهناور منتشر کرده. کاسه آبی که میخورید، نوش جان میکنید، یک آیه بزرگه. تکنانی که میخورید، بذرهایی که میکارید، نباتی که میاد بیرون، همه اینها آیات خداوند در این کائنات هستند. آبی رو که در آب انبار میذارید، جویها، آیه های خداوند در این کائنات هستند. چشمه ها. مؤمن راستین این آیات رو که میشنوه به سرعت ازش رد نمیشه، روش توقف میکنه، روش تأمل میکنه، آیات رو میشناسه و از این آیات این استنباط به این استنباط میرسه که همه اینها یک خالق بزرگی دارن.
بعضی از مردم مثل بقیه حیوانات میخورند و با این آیات مثل هم بقیه حیوانات که مکلف نیستن برخورد میکنن. همه غمشون اینه که بخورند و بنوشند و بخوابند و از این دنیا برند. و لذا هر برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد. و فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد، همچون که لبید ابن ربیعه میگه. مقصود که این موضوع بزرگیه. خلاصش اینه که مؤمن مسلمان باید روی آیات تأمل کنه، با چشمش، با گوشش، با همه سلول های بدنش. قرنه چشم تغذیهش روش عجیبی داره، به وسیله محلول هایی که از اولین خلیه ها به اصطلاح گرفته میشه، غذاشون میگه رو منتقل میکنه از سلول ها تا اینکه دید صاف باشه. میدونی که در چشم، در شبکه چشم 130 میلیون مخروط وجود داره و شخصی که این مخروط ها رو شمرده در سال 1967 میلادی جایزه نوبل گرفته. 130 میلیون مخروط و 7 میلیون به اصطلاح عصای کوچک برای که تأثیرات نوری رو بتونه ببینه، اونها رو به دماغ منتقل کنه تا اینا به تصویر بیاد. چشم به هر حال آیه است. عصب بصری عبارت از 400,000 عصبه، اینا همش آیه. گوش شنوایی یک آیه، بویایی یک آیه، لمس یک آیه، قلب یک آیه، دستگاه گوارش یک آیه، دستگاه تنفس یک آیه، دستگاه گردش خون یک آیه، دستگاه تصفیه خون همچنین، آلاتهای تناسلی انسان و هکذا، عضلات انسان، استخوان‌های انسان. یه پزشکی میگفت که استخوان‌های جمجمه به طرف داخل کشیده شده و اگر اونا رو مثلا برای در سطح جمجمه بخوام بکشیم اونقدر متداخله که نیاز به 40 کیلوگرم قدرت داریم. لیکن به شکل مفصل های متداخله که نیاز به قدرت عجیبی داره. ولذا وقتی که مغز میخوان جراحی کنن اونو میبرن، استخوانو میبرن و در وقت ولادت اینا متداخل خلق میشه. علتش چیه که اینطوریه؟ برای که صدماتی رو که بر سر میاد اینها رو خنثی بکنه. ولذا بچه وقتی که رو زمین میفته صدای ضربه رو که به سرش میاد میشنوه، لیکن چرا نمیشکنه؟ همین استخوان‌ها محکمش نگه میداره. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم. خداوندی است که صبح میشکافه، شبو وقت آرامش و سکون قرار میده،
ماه و خورشید رو بر حسب حساب و کتاب دقیق قرار داده. این از تقدیر خداوند عزیز و آگاه. ولذا دانشمندان سالها روی این آیات بنشینن هنوز تمام نمی‌کنن. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. از روح ازت سوال میکنن، بگوید من امر پروردگاره، شما نمیتونید بشناسیدش. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی از علم شما داده نشده. که خداوند الله لا اله الا هو، خداوند یکتایی است، معبودی است، مشکل گشایی است که جز او کسی نیست. یعنی غیر از خدا کسی مشکل گشا نیست. هر چی بری سر این قبرها، جز اینکه آخرتتون رو خراب کردی هیچ سودی نبردی. الحی القیوم، او خدایی است که زنده و سرپرسته، فرمانده هستی است. پس اماما چه کارن؟ هیچ کاره. همه بشر هیچ کاره، امام و غیر امام همه کار خداونده. لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ خواب و خوابالودگی هم سراغش نمیره. له ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در میان آسمان ها و زمین هست از آن اوست. یعنی پس امام زمان چیکاره؟ چرندی بیش نیست، چرتی بیش نیست. امام کوران و کرانه، تراشیدنش برای سوار شدن. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که با لهجه تحدی، کیست که پیش او شفاعت کنه مگر به اذن خودش؟ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه اون چرا در گذشته و آیندهشون میدونه. ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ از علمشو نمیدونه مگر اینکه خودش بخواد. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسیش به وسط آسمان ها و زمینه. ولا یعوده حفظهما، و حفظ آسمان ها و زمین او رو خسته نمیکنه. و هو العلی العظیم، او برتر و بزرگتره. پس همه این آیات نیاز به تفکر داره. شما نگاه کنیم غضروف بینی بچه رو، اول سخته، سفته، یواش یواش اندک اندک نرمتر میشه. این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، همانا در خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز آیه هایی است، نشانی هایی است بر خردمندان. اونا کیان؟ اونا کسانی که شب روز اج میگن، هیس میگن؟ نه، اینا اولو الالباب نیستن، اینا بیخردن. خردمندان کسانی که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یاد خدا میکنند چه ایستاده، چه نشسته، چه در پهلوشون خوابیده. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنند. بعد میگن که ای خدایا اینها را باطل نیافرید، تو منزهید و ما را از عذاب آتش نجات بده. موحد مؤمن اینو میگه. مشرک، امام تراش، امام پرست و قبر پرست، همه اینها رو به مخلوقات نسبت میده. اما مؤمنان اهل فکرند، اهل تأملند، در آفرینش آسمان ها و زمین مطالعه میکنند، فکر میکنند. این کاسه آبی که نوشجان میکنید، همین کاسه آب شور دریا بوده، الان آب شیرینه که داره نوشجانش میکنید. قدرت کیست که اینجوری کرده؟ آب دریا رو میتونه بخوری؟ پس این قسم اول از آیاته، یعنی آیات این کائنات. و آیاتی ما داریم، آیات طبیعی، آیاتی که در کائناته. آیاتی داریم برای آیات قرآنیه. و فضل سخن خداوند بر سخنان بندگان مثل فضل خود خداوند بر بندگانه. آیا خداوند با بندگان قابل مقایسه؟ و هکذا سخنش با سخن دیگران قابل مقایسه نیست.
کسی که عمرش رو در راه مطالعه سخن خدا و احکام خدا بگذرانه، ادله‌ش رو بشناسه، قواعد ثابتش رو بشناسه، چون شخصی از خوشبختانه. آیات قرآن مثل این آیات هستی دلالت بر عظمت خداوند سبحانه و تعالی میکنه. حتی بعضی از اهل علم میگویند که قرآن این کائنات ناطقه که سخن میگه، گویا که طبیعت سخن میگه، و این طبیعت، این کائنات، قرآن صامت ساکته. و بعضی از اهل علم میگند که خداوند دو کتاب داره. مخلوق این کائنات یک کتابه، کتاب صامت، و قرآن کتاب ناطق. و حوادثی که رخ میده خودش هم دلالت بر عظمت خداوند میکنه. این آیه 9 سومه، حوادث، وقایع. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. در زمین بگردید، جستجو کنید، کاوش کنید، ببینید که سرانجام تکذیب کنندگان چه شد. شما زندگی یک مؤمن موحد رو بررسی کن، زندگی خصوصی شو، زندگی عمومی شو، زندگی روحی شو، زندگی اجتماعی شو، روابط شو با مردم، میبینید که انسان خوشبختیه. یک انسان منحرف و معصیتکار و بدبخت و مطالعه کن، میبینی که جهنم غیر قابل طاقت فرساست. خداوند این حوادث رو در دنیا رخ به وجود میاره تا به اصطلاح قرآن سوم باشه، قرآنی که پیاده شده. هر آیه‌ای در قرآن کریم شبیهش رو در این کائنات میبینی که درش دلالت میکنه، در این زندگی. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله و هو الحکیم العلیم. اوست که تنها معبود راستین در آسمان و در زمینه و اوست با حکمت و آگاه. این یک آیه قرآنیه. انسان اگه زندگی جامعه رو نگاه کنه، میبینه که خداوند انسانها رو محاسبه میکنه، در میانشون اهل حق و پاداش میده، کسی که عمل کردش بده مؤاخذش میکنه، حتی در همین دنیا. کسی که مالش حرامه، نه همه رو، بعضی رو برای درس عبرت گرفتن، کسی که مالش حرامه اون مال رو تلف میکنه، کسی که مالش حلاله مالش برکت میده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد که من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى الله عنه. کسی که از کسی دیگه قرض میگیره و میخواد اون قرض رو ادا بکنه، خداوند براش میسر میکنه. و کسی که میخواد از دیگران قرض میگیره و نمیخواد بده، خداوند مال رو تلف میکنه. این آیه، پس آیه علامته. سیب سبز رنگه، وقتی که زرد شد معنیش اینه که داره میرسه. این زرد رنگیش علامت رسیدنشه. و هکذا آیاتی داریم دلالت بر عظمت خداوند میکنه. خداوند این کائنات رو گذاشته، این کهکشان ها، مجموعه شمسی، خورشید، مهتاب، ستاره، زمین، اینا یک نوع آیاته. قرآن سخنان خداوند یک نوع آیاته. افعال خداوند در زمین، عمل کردش با مردم یا با جامعه، یک نوع آیات دیگه. الف لام را تلك آیات الکتاب و قرآن مبین. مبین به معنی ابانه، یعنی واضح. پس این حرف خمینی ملعون رو قرآن تکذیبش میکنه، قابل فهم نیست. قرآن قابل فهمه، آیه های روشن و واضحه.
آیه هاش. ارباط بن ساریه میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بر ما موعظه کرد که چشمها ازش اشک جاری میشد، دلها میتپید. گفتیم که ای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، گویا که این موعظه کسی است که داره ودا میکنه، ما رو به چی وصیت میکنید؟ فرمود که من شما رو در راهی گذاشتم سفید و روشن که شبش مثل روز روشنه، لا یزیغ عنها بعدی الا هالک، جز کسی که خودش گمراه بشه از این راه کسی دست بر نمیداره. الحلال بین و الحرام بین، حلال واضحه، حرام واضحه، در میانشون اموری مشتبه هست که بسیاری از مردم اونو نمیدونن. هر کسی این شبهات دوری کنه دین و ارز خودشو حفظ کرده. هر کسی در این شبهات بیفته مثل چوپانی است که در گرد یک منطقه ممنوعه میچرخه که نزدیکه که بیفته در اونجا. الا و ان لکل ملک حما، همانا هر پادشاهی حد و مرزی داره. حد و مرز خداوند در زمین امر و نهشه، محارمشه. الا و ان فی الجسد مضغه، همانا در جسد انسان یک تکه گوش هست، اگر این صالح بشه همه جسد صالح میشه و اگر این فاسد بشه همه بدن فاسد میشه. الا و هی القلب، همانا این تکه گوش همون قلبه. حلال واضحه، حرام واضحه، شرع خداوند واضحه، اون چرا که خداوند دستور داده واضحه، اون چرا که نهی کرده واضحه. قرآن کتاب واضحیه. ورزا وقتی خداوند میفرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یا آیه واضحه. هر که به اندازه یک ذره خیر انجام بده اونو خواهد دید، بعد همین اندازه انجام بده خواهد دید نتیجه شو. یکی از اعراب بادیه نشین است پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سوال کرد که ای رسول خدا منو نصیحت کن ولی مختصر. پیامبر همین آیه رو خوند براش، گفت کفیت، خلاص برای من کافیه این. پس هر کدوم از این آیه ها کافیه. آیه دیگه فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقا، کسی که از هدایت من پیروی کنه، از کتاب من، نه از امام من، نه از رساله های عملیه که دجالان نوشتن، کسی که از کتاب هدایت من پیروی کنه نه گمراه میشه نه به شقاوت میرسه. یعنی چی؟ یعنی این خداونده که ضمانت کرده بر مؤمن که اگر از هدایت من پیروی کنید گمراه نمیشید و به شقاوت نمیرسید. خالق این هستی ضامنته که عقل تو گمراه نمیکنه، نفس تو به شقاوت نمیرسونه. کیست از من شما که اینو نخواهیم؟ و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ان شاء الله که روز بعد اگه خدا عمری بده آیه دوم شروع میکنیم.